این یک توهم نیست، این یک واقعیت است. امروز قدرت‌های استکباری دنیا مثل دوران استعمار قرن 19 و اوایل قرن 20 دهان باز کردن تا هر نقطه‌ای را که برای آنها ثروتی ایجاد می‌کند، قدرت بیشتری ایجاد می‌کند ببلعند. این طرح خاورمیانه بزرگ که باند حاکم بر کشور آمریکا این رو طراحی کردند با صحنه‌گردانی اساسی صهیونیست‌ها، این برای چیست؟ معناش چیست؟ منطقه خاورمیانه منطقه ثروتمندی است. طمع بلعیدن اون اینها رو آرام نمیگذاره، راحت نمیگذاره. قصدشون بلعیدن این منطقه است. البته نمیتوانند، این لقمه گروگیر است، در گلوی اونها گیر خواهد کرد و اونها رو خفه خواهد کرد. این جنجال هایی که اخیراً در عراق پیدا شده است و این مواجهه در نجف و کربلا و بصره و چه از اینجا شروع شد که آمریکایی ها یک روزنامه را، یک مجله را فقط به این دلیل توقیف کردند که به آمریکایی ها بد میگه و در مخالفت با آمریکایی ها می نویسه. مگر شما نمیگید ما با آزادی قلم موافقیم؟ مگر به دروغ ادعا نمی کنید که طرفدار آزادی فکر و آزادی قلم و آزادی بیانی؟ خب یک روزنامه رو چرا بستید؟ چون علیه اشغالگر، علیه چکمه پوشانی که تو خانه مردم پا گذاشتن مطلب نوشته، کتمان کردن در اول کار که برای چی آمدن. حالا که افکار عمومی آمریکا، مردم آمریکا رفته رفته اعلام مخالفت میکند، این رئیس جمهور نادان آمریکا آمده است در نطق خود همین یکی دو هفته پیش گفت که اگر ما نفت عراق رو بتوانیم ازش استفاده کنیم، از نفت فلان کشور و فلان کشور بی‌نیاز خواهیم شد. این رو برای افکار عمومی خودش میگه، چون ناراضی از حضور او در عراق. میگه یعنی بدانید که برای آمریکا اینقدر ارزش داره. یعنی اقرار کرد که برای نفت آمدن، اقرار کرد که برای دفاع از حقوق بشر نیامدن، برای دفاع از دموکراسی نیامدن. منافع کمپانی ها اونها رو کشون به این کشور. در عراق آمریکایی ها گیر افتاده، راه خلاصی هم ندارن. مثل این گرگی که دومش توی این تله های گرگ گرفتار بشه، این تله هایی که میگذارن برای گرفتن گرگ، دومش توی این تله گیر کرده، پنجه میزنه، نعره میزنه، اگر چیزی دم دستش بیاد دندان هم میزنه، اما دومش گرفتاره، گیر کرده. یا باید فشار بیاره دومش از بیخ کنده بشه تا بتوانه خودش خلاص کنه، یا باید همینجور بمانه. در لجن فرو رفتن. این وضع اینهاست، اون وضع صهیونیست هاست در کشور مظلوم فلسطین، این هم وضع اینهاست در کشور مظلوم عراق. و قدرت مظلومیت غلبه خواهد کرد در قدرت این ظلم بیمهار و بیحساب که اینها دارن انجام میدن.
شیطان است، پرچم شیطان بزرگ است و صرفاً مجری دستورات آمریکا و انگلیس جنایتکار است. اونها تصور میکنند که ملت‌های 100 سال قبلند، غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت هاست. ما ببینیم از جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی تا شرقی ترین نقطه آسیا همه ملت ها یک فریاد میزنند. پیام انقلاب پیام جهانی است، در جغرافیا و زمان محدود نمی شود. تردید نکنید که انشاءالله اسلام همه کجا رو فتح خواهد کرد؟ همه قله های جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of God, the compassionate and merciful. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم اجعل وليك الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و امواله و المستشهدین بین یدیک.